افیون حلال است یا نه؟ افیون حرام است. این افیونی که میکشند میبینید در براشون بعضی ها میگردانند، بعضی ها با دلیل میکنن فلانی مخصوم فلانی نمازخون میکشه. اون نمازخونه بی نماز فرمان افیون حرامه. خب این مسئله در درالمختار بهترین فتوای مذهب حنفی آوردگی است که و یحرم اکل البنج، حرام است بنگ استفاده بودن. بنگ حرامی قطعیه. حشیش یم از جنسی هم کامل است. افیون مخصوص با نام افیون آورده است، استعمالی حرامه. لانه مفسد للعقل، اینها فاسد کننده عقل هستند، عصب شما را ویران میکنه. همو افیونکش رنگش ترکبود میکنه، عقلش فساد میکنه. و یصد عن ذکر، از ذکر خدا و از نماز میمونه. این فایده ای نداره. اگر فایده میداشت درست نشه در همین اپتیکو میبراوردن سوداش میکردن. او بسیار یک دوزه بلنده داره که او افیونکش رو استفاده کنه، بعدا یگان انتیبیوتیک مدیسینه در او فایده نمیکنه دیگه. این خیلی آفت به خودش داره، حرام است.